بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام. سلام. من محمد هستم از لندن. آقا محمد از لندن، بفرمایید آقا محمد. آقای انصاری، اولا که ما الان چند وقت داریم برنامه شما رو می‌بینیم که چند ماه بعد چند دفعه خواستم که تماس بگیرم که نتونستم. خیلی لاین بیزی بوده شروع بودن، ولی اولا که خیلی برنامه دوست دارم، خیلی کانونیستی دوست دارم. برنامه توحید رو ما کلا می‌بینیم، کلمه نور و کلمه صالح حق رو می‌بینیم و خیلی اولا آقا هستید، خیلی با ادب هستید و من خودم 1 سال و نیم هستش که سنی شدم. الحمدلله. مادر پدرم شیعه بودن. تحقیق کردم قبلی که اصلا کانال توحید ببینم خودم تحقیق کردم تو لندن، این بر اون بر رفتم، تو اینترنت رفتم و خودم از اون شیعه تعصبی هم بودم که مثلا جلوی سنی ها بشم وای میستادم، نگه دعوا کنم ولی همیشه بحث میکردم که دفاع میکردم بالاخره. درست. ولی آخرش دیگه فهمیدم حقیقت کجاست، فهمیدم و واقعا اهل سنت کارش درسته و راه حقه. تازه من الان اهل بیت پیدا کردم و خداوند الان تازه پیدا کردم و متاسفانه مردم ایران ما میرن مسیحی میشن، میرن زرتشت میشن، اینا تفسیر ندارن چون تو ایران شیعان خدا رو پیدا نکردن. الله المستعان. واسه همین مجبورن اینا میرن این مرون بر در خونه خدا رو میزنن، جای مختلف میرن که خدا رو پیدا کنن و اینا رو یه کاری کردن که اسلام ستیز بشن. میدونید الله المستعان. الله المستعان. امیدواریم الله سبحانه و تعالی شر این آخوندا را از سر ملت شریف ایران دور کنه. آمین. ان آمین. آمین. زنده باشید برادر عزیز. اسلام یه روز ان که اسلام واقعی ایران یه روز بیاد، توحید بیادش و مردم ایران راحت بشن. آمین. آمین. آزاد بشن. آمین. آمین. این موضوع میتونه نمیشه آقای انصاری. خواهش میکنم، خوشحال شدم. شما مسک ختام برنامه بودید برادر عزیز. بله. زنده باشید، سلامت باشید. الله متعال. الله متعال. مرسی آقای خدا. زنده باشید. خدا نگهدارتون.